آخه آره الان پیداست آره میکنم. الان پیداست میکنم آقای جکسون. آقای میتونی بیا. جکسون الان پیداست میکنم آقای جکسون. شما فکر بله میکنی من اون زمان که قایم موشک بازی انجام میدادم شما هنوز به دنیا نیومده بودی جکسون جان؟ بله پرهام مشخصه. خیلی خوب میخندی. خواهش میکنم خواهش میکنم. پیداست میکنم پیداست میکنم. پیدام کن پیدام کن. جب کن ببینم جان اینجا مگه طبقه بالا هم داره؟ آره نمیدونستی؟ چجوری آره آره های پرهام کجایی؟ جکسن بهت فرصت میدم خودتو نشون بدی کجا هستی و اگر نه آقای جکسن پیدات کرده باشم اما یه کار میکنه دیگرت حال بیاد جکسن جون. شرمنده میتونی پیدا کنی پیدا کن خوشگله. بله خوشگلی مشکله بده 6. باریکلا بعدش بده 206. بعدش تیکاف بکش تیکاف. آفرین ای وای 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 وای. چی شد؟ جان چی شد؟ هیچی نشد. پیداست میکنم پیدا آقای کن. جکسون پیداست میکنم آقای جکسون. نمیذارم به این سادگی آقای جکسون بروی. نمیذارم. در مرحله آخر من شما رو پیدا میکنم آقای جکسون. بله پرهام اینقدر بگرد تا پیدا کنی. اگر من جای تو بودم الان میرفتم اینجا بعدش خب میرفتم اینور بعدش میرفتم اینور بعدش میرفتم اینور. کجا بودی تو؟ بردم ببین من 10 بار از کنارم رد شدی. نه بابا. آره جکسون اون زمان که بنده حرفه‌ای و تاکتیکی کار میکردم هنوز نه تاکتیک اختراع شده بود نه تکنیک جکسون جون. آقا اینو وایسا جکسون جونم نمیخوام منو پیدا کنه. وایسا. باشه آقای جکسون باشه آقای جکسون بنده شما را پیدا میکنم. پیدا کن. اون زمان که من قایم موشک بازی انجام میدادم هنوز شما نمیدونید قایم موشک بازی چی هستش آقای جکسون. پیدات میکنم آقای جکسون پیدات میکنم. دقیقا باریکلا. میدونم کجایی جکسون فقط نمیدونی میدونم پیدات میکنم. میتونی بگرد. آره ببخشید خود دارم میگردم دیگه. دارم چیکار میکنم جکسون؟ نه دیگه دنبال من نمیتونی بگردی. من نمیتونم دنبال تو بگردم آقای آره جکسون. وای جکسون بیا بیرون. فکر نکن میتونی واسه من خیلی حرفی. کجا رفتی؟ جان این چرا یه خورده ارتفاعش با اون فرق داره. بیا اینجا 3 بوده فکر میکنی میذارم آخه تو بروی اون تیکاف بگشی. اون زمان که بنده تیکاف میگشیدم ما هنوز تیکاف کشیدن اختراع نشده بود. کیف کردید کجا پیداش کردم.